سلام علیکم. سلام علیکم. روز بخیر. هر وقتتون بخیر هر کجا هستید. اجازه بدید من چند تن از دوستان رو به این برنامه دعوت بکنم. سلام و روز بخیر. من یک چند تن از مهمان دوستان رو دعوت میکنم و یک بحث مهمی رو آغاز میکنیم و بعدش هم اگر سوالهایی بود در خدمت دوستان خواهم بود. عرض به حضورتون امروز میخوام در مورد فاجعه عدم درک فاجعه درباره زبان ها صحبت بکنم. یعنی دو تا فاجعه داریم. یه فاجعه وضعیت زبان هاست، یک فاجعه عدم درک ما، عدم شناخت ما و عدم اراده ما به شناخت مشکل هست. راستشو بخواهید خیلی از ماها در مورد زبان، تبعیض زبانی، انواع تبعیض‌ها صحبت کردیم، نوشتیم، اما عمق فاجعه رو درک نکردیم. نگاه بکنید، مثلا من پناهنده بودم، خیلی های دیگه هم پناهنده بودن، ولی هیچ کدوم ما درد اون پناهنده ای رو که فرزندش تو آب غرق میشه رو نمیفهمیم، چون اصلا نمیتونیم درک بکنیم، چون تا زمانی که داخل اون بحران نیفتادیم نمیتونیم درک بکنیم. خیلی ها مادرشون فوت کرده، میرن انسان ها به مادر مرده بیچاره تسلیت میگن، من شریک دردتم، اما واقعا نمیفهمن، درک نمیکنن، مادامی که مادرشون بمیره و بدونن چه دردیه. درد زبان و زبانها در ایران همه می نویسیم، میگیم تبعیض فلانه، اما ببینیم عمقش چقدر این درد، این تبعیض وجود داره. من دیروز یک مقاله مفصلی نوشتم بر اساس چند تا فرضی که احتمالاً درست هم نباشه، ولی برای درک عمق این فاجعه زبانی بسیار مهمه به نظر من میخوام اینها رو امروز در اینجا بگم که یک درک درستی از وضعیت فاجعه عدم درک ما، یعنی ببینید من نمیخوام که
از بین رفتن زبان‌ها یک فاجعه زبانی داریم. خب زبان و زبان‌ها، یه دونه هم فاجعه عدم درک ما از فاجعه زبان‌ها در ایران هست. یعنی ما یک فاجعه داریم به نام زبان و زبان‌ها در ایران، یک فاجعه داریم به نام عدم درک ما از فاجعه. یعنی خود این که ما نمیخوایم درک بکنیم که فاجعه وجود داره فاجعه است و عدم اراده ما همینجا هست. من اگه اینجا بخوام این رو اراده درک، یعنی اصلا اراده نمی کنیم، نمیخواهیم، خودمون به جهل میزنیم، خودمان را جاهل میکنیم تا نفهمیم، چون فهمیدن درد بسیار دردناکیه. اگه بفهمیم که نمیفهمیم خیلی بده. برای همین خیلی راحتی که خودمون رو به حماقت و تجاهل و جهل و نادانی بزنیم، بگیم آقا نمیدونم. من حالا امروز میخوام از این به بعد تلاش میکنم هر از گاهی یه برنامه اینجوری بذارم در نیشی رو به خودمون بزنیم و این تابلو هم قاعدتاً به من کمک خواهد کرد که این فاجعه زبانها در ایران و در مقابل، یعنی مساوی نیست، اما من میخوام یه مساوی بذارم اینجا، مساوی عدم اراده به درک فاجعه. یعنی فاجعه اینجا هم باز بنویسم فاجعه عدم اراده به درک فاجعه، یعنی یه فاجعه دیگه هم اونجا هست. حالا من میخوام 2 تا مثال بزنم عمق فاجعه رو ببینیم. اول چند تا مطلب رو اینجا بنویسم که بدونیم بحث بر اساس چه هست. ببینید بین زبان فارسی و زبان فارسی، نگاه این طرف جدول ما زبان فارسی باشه، این طرف زبان من چون ترکم زبان ترکی باشه. خب میخوام حالا عرب هم همینطوره. حالا می‌نویسم که عرب ها چه فرقی دارن، مزیتی نسبت به زبان ترکی داشتن. زبان ترکی، زبان گیلکی، زبان مازنی، ترکمنی، بختیاری و لری، اینها زبان هایی که در ایران وجود داره، بعضیشون رو میخوایم با زبان فارسی مقایسه بکنیم و بفهمیم، درک بکنیم عمق فاجعه. یک، زبان فارسی از سال 1304 در ایران رسمی شده. یعنی دولت اعلام کرده آقا باید این زبان رو همه یاد بگیرن، هر کسی این رو یاد نگیره و بچه‌شو به مدرسه نفرسته، خودش درس نخونه، باید بره زندان. خب یعنی مجازات داره درس نخونده، مثل اینکه هر کس قتل بکنه مثلا میره زندان، هر کس یکی رو بزنه میره زندان، هر کس زبان فارسی نخونه میره زندان. خب نخواندن مجازات عدم تحصیل زبان فارسی. یکی این. در مورد زبان ترکی چی؟ نه تنها حالا چقدر میشه از سال 1304 تا 1397 میشه 93 سال. 93 سال زبان فارسی زبان رسمی، دولتی، اداری، استخدامی، آموزشی، رسانه‌ای، همه چیز در ایران هست. یعنی زبان اجبار زور. زبان ترکی هنوز رسمی و آموزشی نشده. پس زبان فارسی 93 ساله داره آموزش داده میشه
زبان ترکی هنوز رسمی نیست و آموزش هم داده نمیشه. قدغن زبان ترکی. من به جای این بنویسم برای اینکه چیز باشه، راحت جمله ها رو، کلمه ها رو کوتاه بکنم. قانونی، فارسی زبان قانونی و اجباری به مدت 93 سال. زبان قدغن. پس زبان ترکی یک زبان قدغن هست. یکی این، یکی 93 ساله. همین رو هم بنویسیم دیگه، این جدا بنویس مثلا. اجبار به آموزش اجبار به آموزش زبان فارسی عمری 93 ساله داره. زبان ترکی هنوز صفره، منفی. درست؟ اینجا مثبت میتونیم بذاریم به نفع گل‌هایی که زده میشه به زبان، به نفع فارسی به ضرر ترکی. یکی از چیزهایی که وجود داره اینه که از سال 2000 از سال 1304 به دستور رضا پالانی کمیته‌ای تشکیل شد در ارتش، در ستاد ارتش، که این زبان فارسی رو از لغات غیر فارسی و بیگانه تصفیه بکنه. یعنی سومین این که یک کمیته‌ای شروع شد که بعدها حالا این زبان هی کمیته هاش اضافه شد دیگه. الان مثلا زبان فرهنگستان هست، نمیدونم انقلاب فرهنگی هست، بنیاد سعدی هست، بنیاد فردوسی هست، وزارت آموزش عالی هست، وزارت آموزش پرورش هست، نهضت سوادآموزی هست. همه اینها دارن به یه کارهایی میکنن. پس ولی برای اینکه این زبان خالص بشه و چیز بشه، یک کمیته داشت، کمیته حذف کلمات خارجی از زبان فارسی. عمرش چقدره؟ 93 سال. بازم یک گل. 93 سال کمیته های مختلفی برای پاکسازی زبان خارجی، کلمات خارجی در داخل زبان فارسی تشکیل شده تا این زبان رو کمک بکنه. همچنین این کمیته ها وظیفه دارن برای نیازهای روزانه جاری، علمی، اجتماعی، خبری، اقتصادی، فلسفی، فکری، سیاسی، در هر زمینه متصوری که برای زندگی انسان لازمه، زندگی های معمولی و زندگی های تخصصی، لغت بذاره، معادل پیدا بکنه. ولی شما ببینید آیا میتونه زبان فارسی عربی رو حذف بکنه؟ چون 70% کلمات، حداقل 70% کلمات زبان فارسی عربی هست، با عربی کاری نداره، نمیتونه. ولی زبان ترکی زبان ارتش بود. اولین کاری کردن کلمات و لغات ترکی رو از چیز حذف کردن، از زبان فارسی حذف کردن، از ارتش رو از اینجا. پس یک دوباره -1 یا -10 -100 به ضرر، حالا اینا هم همشون مثلا -100 دیگه، وقتی وجود نداره میشه -100. قدغن -100، اون منفی مثبت 100 باید باشه، این مثبت 100 باید باشه، چون که 100% نمره‌شو میگیره. ولی این -100. یعنی ما به طرف عقب داریم میریم، چون روی زبان ما هیچ کمیته‌ای نیستش که روی زبان ما نه تنها آموزش بده، اجباری بکنه، نه تنها 1 ساله، 1 روزه، 1 ساعت هم هنوز نیست، بلکه هیچ کمیته‌ای برای کلمه سازی در زبان ترکی هم تشکیل نشده در این 93 سال. اینم از این.
اجازه بدید حالا من دوباره برم سراغ این که اینها رو پاک بکنم و چهار، برای اینکه همه فارسی رو یاد بگیرن خدمت سربازی اجباری برای مردان اعمال شد. خدمت سربازی اجباری هنوز هم وجود داره و ایران این سیستم رو اخیراً 2-3 سال پیش برد لبنان، یعنی حدود مثلا 10 سال پیش اینا بردم لبنان، برای اینکه لبنان هر جمعیتی زبان خودش رو داشت و دین خودش رو داشت، یک نوع طبقه بندی خاصی در اونجا بود. گفتن که ما از طریق اینکه سربازهای همه باید سرباز اجباری برن میتونیم زبانها رو یا دینها رو به هم نزدیک بکنیم. اینا اومدن یک کاری کردن. حالا هیچ کسی سربازی نمیکنه که زبان ترکی رو یاد بگیره، همه سربازی میکنن که اینم یک منفی برای زبان ترک، اینم یک مثبت 100 برای زبان فارسی. برای اینکه زبان فارسی رو به همه تحمیل بکنن شناسنامه ها رو اجباری کردن. اجباراً باید همه، نه اینکه شناسنامه رو آوردن ها، روش نامگذاری در شناسنامه ها رو عوض کردن. ببینید یعنی چی؟ یعنی اینکه اخیراً یه بحثی در ایران مطرح شده به اینکه ایرانی ها اومدن گفتن آقا ژنتیک علمیه که میتونه فلان بکنه و من داشتم روی این تحقیق میکردم ببینم که از طریق ژنتیک میشه فهمید که من خودم شخصاً به کدوم قوم و قبیله و زبان و اینجور چیزا تعلق دارم در ایران یا در دنیا، اینو بدونم. جالب این که تو در علم ژنتیک اونجوری که من یافتم، نمیدونم حالا شاید اشتباه فهمیدم یا اشتباه گرفتم یا کسایی که اشتباهی اطلاعات گذاشتن من اونها رو اشتباه درک کردم یا اونها اشتباه نوشتن، ولی اونها گفتن که مثلا در انگلستان و آمریکا و کانادا و اینجور جاها اروپا که یک رسم تاریخی وجود داره و اسمها تغییر نمیکنه معمولاً، اینها وقتی دی ان ای میدن بر اساس این میخوان آزمایش ژنتیکی بکنن، بر اساس ژن‌هاشون میفهمن که مثلا فلان کسا هم فامیل اینه بر اساس اسم و اینها که فلان جاست و رئیسه و فلان بهمان. ولی وقتی این نباشه شما نمیتونید بفهمید که کی فامیل شماست، کی پدر بزرگ شما بوده و از اون نسل‌ها. حالا در ایران اومدن اسم رو به هم زدن. تا قبل از اون مثل عرب ها بود، در ایران اسم گذاری میگفتن که آقا انصاف علی فرزند اسم علی فرزند مهدی گلی، یعنی بر اساس اینکه نسل ها اینجوری میرفت تا 10-20 نسل رو میشد اصلا شناخت، برای اینکه شما کافی بود که به سپه در بزرگتون برسید بفهمید که مثلا جد 12 شما کیه، مثلا خیلی به راحتی میشد فهمید و از طریق اون هم میشد فامیل و قبیله و ایل و طایفه رو فهمید. ولی وقتی که اومدن گفتن آقا باید اون اسم رو تغییر بدید یه اسم دیگه، کاری کردن که همه شناسنامه ها یک حداقلش یک یای فارسی، یای انتصابی، یه یای انتصابی رو از زبان فارسی به خونه خودشون ببرن. مثلا فرض بکنید که یکی تبریزی اسمشو گذاشت تبریزی، یعنی یای فارسی رو حداقل برد. حالا دیگه اسامی رو چقدر فارسیزه کردن و اینها اونها هم یک بحثیه که داخل همین هست. حالا یکی از اینها، حالا اینجا باز منفی 100 هست به ضرر زبان ترکی، اینجا مثبت 100 هست به نفع زبان فارسی، چون شناسنامه ها رو فارسیزه کردن. بعدش آموزش پرورش اومد، برای کودکان اجباری شد.
آموزش، بعدش آموزش بزرگسالان اومد، نهضت اکابر یا اکابر، یه چنین چیزی بود، اسمی داشت زمان شاه. برای بزرگسالان شبانه باید میرفتن درس میخوندن. بعد دانشگاه ها اومدن، اولش البته دانشگاه ها اومده، بعد ابتدایی اومد راهنمایی و دبیرستان و بعد دانشگاه ها گسترش پیدا کردن و بعد نهضت سوادآموزی بعد از انقلاب اومد، مهد کودک ها باز شد، پیش دبستانی اومد و رفت دیگه تا آخر. یعنی عمر هر کس از کودکی، فقط آموزش چیز رو میگم، آموزش رسمی، یعنی اون که میره مدرسه، از 1-2 سالگی عمر مدرسه ها، مهد کودک ها اینا شروع میشه تا رفت دانشگاه. اگر شما این مرحله رو حساب بکنید، مثلا 9 سال یا 10 سال دوره ابتدایی و راهنمایی هست، 4 سال هم دوره دبیرستانه، میشه 14 سال. 14 سال عمر ما در مدرسه فقط ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان میگذاره، به اضافه 6-7 سال در مهد کودک بذاریم 6 سال، این میشه 20 سال، به اضافه حداقل 4 سال در دانشگاه میگذاره، 24 سال. 24 سال از عمر هر آدم در ایران در حال تحصیل زبان فارسی هست. چند سال از زبان رسمی ها، زبان آموزشی، منظورم آموزش رسمی، یعنی میره مهد کودک آموزش میبینه، نه خانواده. این خانواده آموزش غیر رسمی هست، رادیو تلویزیون آموزش غیر رسمی هست، روزنامه آموزش غیر رسمی هست، کتاب آموزش غیر رسمی هست، مجله آموزش غیر رسمی هست، فیلم و سریال و کارتون و اینها آموزش‌های غیر رسمی هستن، رادیو آموزش غیر رسمی هست، اخبار آموزش غیر رسمی هست، داستان و حکایه و رمان و اینا آموزش‌های غیر رسمی هستن. آموزش‌های رسمی همونن که شما به سیستم دولتی وارد میشید، برای با یک هدف مشخصی به شما آموزش میدن. حداقل 24 سال از عمر ما صرف چیز میشه. به اضافه اگر گفتیم که 14 سال دبیرستانه، 6 سال دوران کودکیه، 4 سال دانشگاهه، خب میشه 24 سال. حالا اگر یکی تا دکترا ادامه بده، 2 سال فوق لیسانس حداقل، 4 سال هم به طور متوسط دکترا، 6 سال، میشه 30 سال. یعنی فوق لیسانس و دکترا 6 سال مساوی با 30 سال. 30 سال از متوسط عمر بسیاری از افراد و صرف آموزش رسمی زبان فارسی میشه. حالا در کودکی، در این قسمت 6 ساله، مفاهیم ساده و عمومی هست. در دکترا مفاهیم تخصصیه، کلماتی که میخوام یاد بگیریم، جمله بندی بکنیم، باهاش کار بکنیم، زندگی بکنیم، همه این آموزش ها برای اینه که ما زندگی بکنیم. انگار که مثلا اگر زبان فارسی رسمی نبود ما نمیتونستیم زندگی بکنیم. چرا؟ خب پس 30 سال، این هم 30 سال 6، 30 سال آموزش رسمی. برای زبان ترکی چقدره؟ منفی 100، یعنی 1 ثانیه هم آموزش زبان ترکی در ایران نداریم. ببینید این فقط قول میزنه. حالا دقت بکنید، 7می گفتیم که آموزش و پرورش اجباری. آموزش و پرورش اجباری، این هم 100 مثبت 100 رو بذاریم اینجا. آموزش و پرورش اجباری قانون تصویب شده که باید همه فرزندان ذکور و اناث ایرانیان برن زبان فارسی رو در مدارس یاد بگیرن. برای همین حتی قانون جمهوری اسلامی گفته که تا پیش دانشگاه
دروس یعنی ابتدایی مهد کودک و ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی که سال حالا مجزا نیست، اینها میخوان مجزاش بکنن، اینها دوره های آموزش عمومی اجباری هست، دوره های آموزش عمومی اجباری هست و رایگانه، ولی از دانشگاه به بالا میتونه پولی باشه میتونه نباشه، وضعش مربوط به چیز هست، یعنی حق انتخابیتونه، میتونید انتخاب بکنید دانشگاه برید، میتونید انتخاب بکنید دانشگاه نرید، ولی درس رو باید بخونید و رایگانه. برای اینکه شما برید زبان فارسی رو یاد بگیرید، دولت بخشی از پولی که از جیب شما در میاره، پدرتون در میاره، رو میده به بچه‌تون که درس بخونه. پس این هم چند سال از این آموزش پرورش. حالا آموزش پرورش خودش یک داستان داره، من الان اینو باز با اجازهتون پاک میکنم، رو آموزش پرورش داستانش رو مینویسم. آموزش و پرورش 7 آموزش و پرورش از سال 1304 الان جمعیت ایران چقدره؟ حدود 83 میلیون نفر. الان که من با شما صحبت میکنم حدود 83 میلیون، یک کم کمتر 82 میلیون بگیم، 82 میلیون نفر در ایران زندگی میکنن. متوجه شدی؟ الان در 93 سال گذشته چقدر انسان متولد شدند و بعد مردند؟ چون ما جمعیتمون که 93 ساله نیست که همشون بگیم که 80 میلیون از دوره رضا شاه متولد شدن نمردن. ما حداقل به همین میزان، یعنی حدود 80 میلیون نفر هم از دوره رضا شاه تا الان پیر شدن و مردن، تصادف کردن و مردن، مریض شدن و مردن، بالاخره یک چیزی اتفاقی افتاده مردن، خودکشی کردن، دولت اعدام کرده، جنگ افتاده، هر کاری، بالاخره مردن. یعنی از اون زمان تا الان، از سال 1304 تا الان، حداقلش بذاریم 150 میلیون، چون میشه 165 میلیون، من اینو میذارم 150 میلیون به ضرر ترک‌ها و دیگر ملل. 150 میلیون نفر حداقل در اون 100 سال متولد شدن، تلاش کردن، مجبور شدن زبان فارسی رو یاد بگیرن، برای دولت یا جاهای دیگه کار بکنن، نامه بنویسن، کتاب بخونن، روزنامه و مجله و نمیدونم رمان و شعر و اینها رو بخونن و بنویسن و ایجاد بکنن و بعد رادیو تلویزیون رو گوش بکنن. مدرسه هم که رفتن مجبور بودن، به هر حال بخشی از عمرشون رو حداقل دیگه پنجم ابتدایی، سوم ابتدایی هم ترک تحصیل بکنه، 3 سال رو رفتن درس خوندن. پس حدود 150 میلیون نفر در این 93 سال رفتن زبان فارسی رو یاد گرفتن. چند نفر در این رفتن تو مدرسه به طور اجباری زبان ترکی رو یاد بگیرن؟ منفی 100 بذارید، چون که ترک‌ها خودشون هم مجبور شدن زبان ترکی رو یاد نگیرن، برن زبان فارسی رو یاد بگیرن. یعنی این منفی از دست داده. اصلا اینکه قبلا در دوره سید میرزا حسن رشدیه زبان ترکی زبان رسمی آذربایجان بود، گیلکی زبان رسمی گیلان بود، تهران و فارسیستان زبان رسمی فارسی داشت و نویسنده همین این کتاب‌ها خود میرزا حسن رشدیه بود. حالا زبان ترکی در آذربایجان حذف میشه به نفع کی؟ به نفع زبان فارسی. ترک‌ها مجبورن چی یاد بگیرن؟ به جای زبان ترکی باید زبان فارسی یاد بگیرن. پس 93 سال منهای 1 سال، چون که منهای 1 بذاریم، منهای 1 مساوی 99 سال، 92 سال، ببخشید 92 سال. اون 1 سال چیه؟ اون 1 سالیه که پیشوری مرحوم شهید پیشوری و همراهانش زبان ترکی رو در آذربایجان رسمی کردن. این 1 سال رو اگر چیز بکنید با 92 سال
یعنی اگر بازم فرض بکنیم که از 100% باشه، ما 99% باختیم. زبان ترکی 99% باخته. از 100 اگر این 100 بوده، ما یکی کم بکنیم ما 99% باختیم، منفی 99 هستیم. فارسا مثبت 99. فاصله بین منفی 99 با مثبت 100 چقدره؟ البته فارسا مثبت 100 نیستن. نگاه کنید، من اینها رو فقط برای تقریب ذهن میگم، اما اشتباه دارم میکنم. برای اینکه زبان فارسی فقط فارس ها رو آموزش نمیده، که ترک ها رو آموزش میده، یعنی اجبار به علاوه 100. عرب ها رو آموزش میده به علاوه 100. لرها و بختیاری ها رو آموزش میده به علاوه 100. ترکمن ها رو آموزش میده به علاوه 100. گیلکی و مازنی رو آموزش میده به فارسی به علاوه 200. و اگر ملل دیگری هم هستن که کردها رو آموزش میده به علاوه 100. یعنی اگر این رو به نفع و به ضرر بگیریم، باید اون صدها رو هم اضافه بکنیم. اون وقت میشه فارسی مثلا میشه به علاوه 700، ترکی میشه منفی 100، چون منفی از دست میده. واقعیت بوده که ما از نظر منطقی باید اینجوری فکر بکنیم، چون فارس‌ها زبان فارسی رو خودشون نمیخونن که بگیم 100. زبان فارسی رو به ترک‌ها و عرب‌ها و بلوچ‌ها و ترکمن‌ها و قشقایی‌ها و گیلکی‌ها و مازنی‌ها و کردها و دیگران، همه تالشی‌ها و همه این زبان رو تحمیل میکنن. یعنی از هر کدوم اگر 100 بگیرن میشه 800. زبان ترکی چقدر باخته؟ 100 باخته. یعنی باخته اصلا کلا، یعنی اصلا دیگه مفهومی نداره زبان ترکی. خب اینم یک چیزی که من فکر میکنم باید در نظر بگیریم در رابطه با زبان فارسی. حالا گفتیم ایرانی ها، ملل ایرانی عبارتند از ترک، بیشترین جمعیت رو داره، فارس، بذاریم عرب، کرد، ترکمن، بلوچ، لر و بختیاری، گیلک و مازنی، همه اینها زبانشون رو به غیر به نفع زبان فارسی، همه اینها منفی هن. حالا در عرب یک استثناء داره که بعدا میگم استثناء چیه. برای اینکه ما حداقلش در مدارس ایران همه این ملت ها و اونها که به غیر از این هستن حداقل 1 ساعت در هفته قرآن و 1 ساعت زبان عربی رو داشتن. ولی این 1 ساعت اسمش 1 ساعت عربی بود، 1 ساعت قرآن بود. معلم یا آیه میگفت 1 ساعت فارسی صحبت میکرد. یه جمله مثلا میگفت ضربه، بقیه صحبت فقط ضربه عربی بود، بقیه فارسی بود. در نتیجه ما در ایران آموزش عربی فلان یه ذره حداقل داشتیم، ولی حتی همون 1 ذره رو هم زبان ترکی نداشت. این از آموزش. حالا آموزش و پرورش یعنی سیستم تعلیم و تربیت اجباری، اینجوری بگم، نه اسمش عوض شده، بارها اسم این وزارتخانه عوض شده، اسمش مهم نیست. سیستم تعلیم و تربیت اجباری و رسمی در ایران به نفع زبان فارسی. برای اینکه این 150 میلیون نفر در این 93 سال تحت تأثیر آموزش زبان فارسی باشن و اجباری به مدرسه برن، باید معلم تربیت می شده. الان 1,260,000 حدوداً، حالا 1-2 هزار نفر این ور اون ور دانش آموز آموزش اجباری داره. یعنی در ایران کنونی که من با شما صحبت میکنم بیش از 1,260,000 نفر دانش آموز وجود داره، از ابتدایی تا دبیرستان. ولی حالا شما در کنار این فرض بکنید که حدود
500,000 کودک مهد کودکی هم هست. حداقل این فرض رو بگیرید دیگه، چون که مثلا چند سال پیش 1 میلیون بود بچه ها، الان شده 1,200,000. معلومه که این بچه ها که از مدرسه میان بالا خیلی زیاد بوده. الان فکر کنیم 500 تا، چون که جمعیت داره کمتر میشه، فکر کنیم 500,000 تا بچه، یعنی حدود 2,200,000 نفر الان در مدرسه ها دارن آموزش می‌بینن. برای آموزش دادن این 2 میلیون کودک در مدرسه در سال، نگاه کنید زبان ترکی، بچه های ترکی یاد نمیگیرن، میرن فارسی یاد میگیرن، به نقد ضرر زبان ترکی هست. حالا این کودکانی که 2,200,000 نفری که فارسی رو دارن یاد میگیرن، برای تعلیم اینها چقدر معلم لازمه؟ 1,000,000 معلم، 1,000,000 معلم برای آموزش مدرسه، یعنی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان الان مشغول به کارن. بیش از 1,000,000 هست، حدود 1,200,000 نفر اینا باید باشه. ولی بگیریم 1,000,000 معلم فقط دارن آموزش میدن. این 1,000,000 معلم برای اینکه بیان زبان فارسی رو یاد بدن، از دبستان که نیومدن، از اینی که اول باید رفته باشن درس خونده باشن، یعنی اول باید مهد کودک و دبستان و دبیرستان و مهد کودک، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه یا تربیت معلم رو پشت سر گذاشته باشن که استخدام شده باشن بیان درس بدن. اینها تخصص ویژه‌ای یاد گرفتن برای آموزش بچه‌های ترک، عرب، بلوچ، کرد، ترکمن، لر، بختیاری، گیلکی، مازنی، اینها رو یاد گرفتن. علاوه بر اینکه فارس‌ها زیاد لازم ندارن که زور بزنن زبان فارسی رو یاد بگیرن، چون که خودشون زبان خودشون. این معلم‌ها بیشتر برای آموزش ملل غیر فارس دارن آموزش می‌بینن. پس 1,000,000 معلم برای تعلیم زبان فارسی. حالا در کل الان که سال 1398 هستش 1,000,000 معلم داریم. از 1304 تا الان چند تا معلم بودن که یا مردن یا تصادف کردن، ناقص العضو شدن، نتونستن درس بدن، یا بازنشسته شدن. چقدر هستش؟ فکر کنید که 1,000,000 هم تو این 193 سال بازنشسته شدن و مردن، دنیاشون عوض شده. یعنی تا الان 2,000,000 نفر برای آموزش زبان فارسی استخدام شدند که بیان شما رو تحت آموزش زبان فارسی قرار بدن. یعنی زبان فارسی یک مملکتی خودش که برای محافظت از اون و برای حمله به کشورهای ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و گیلکی و مازنی 2,000,000 سرباز استخدام شدن، حقوق گرفتن. سرباز مفت نه، سرباز اجباری نه، سربازی که ماهانه حقوق خوب میگرفته. از بیکارامون خیلی وضعش بهتر بوده، از کارگرامون وضعش بالاخره معلم بوده دیگه. معلم که دیگه حداقل نونش تامینه. که این 2,000,000 معلم سرباز 24 ساعته زبان فارسی بود که تفنگشون زبان فارسی بود. هر لحظه در 24 ساعت شلیک میکردن تو سر بچه های شما. وقتی شما و من و همسرمون و خواهرمون و مادرمون میرفتن از بچه مدرسه سوال بکنن، باز هم همون تفنگو میگرفت به طرف مادر ما و شلیک میکرد تو سرش. تو چرا فارسی بلد نیستی؟ بچه‌ت باید فارسی یاد بگیره که بتونه خوب حرف بزنه، نمره بگیره. حالا گلوله هاش چی بود؟ بعضا تنبیه بود، با شلاق میزدن تو دست ما، تو پای ما که چرا یاد نگرفتیم، پلک میکردن. خود من رو بلکه 200 تا چوب نخوردم، خیلی بیشتر خوردم. وقتی 6 سالم بود تو روستا رفتم سپاهی دانش، این سرباز وظیفه زمان شاه اومده بود تو روستای ما زبان فارسی رو به ما یاد بده. این آقا چوب تر رو میذاشت داخل نفت و بعد با اون ما رو میذاشت که خوب بزنه. یعنی یک نوع بیماری روانی دیگر آزاری و بچه آزاری هم
همراه با آموزش زبان فارسی وارد فرهنگ شد. برای اینکه میگفتن سیستم برای این اساس بود که انسان‌ها دلشون نمیخواد زبان فارسی رو یاد بگیرن، برای اینکه این رو یاد بگیرن باید شکنجه بشن. شکنجه اساس آموزش زبان فارسی بود. شکنجه اساس آموزش زبان فارسی اجباری رسمی دولتی بود. برای کی؟ برای ترک زبان و عرب زبان و بلوچ زبان و یعنی اینها زبان که میگم یعنی این انسانی که بلوچ، عرب، ترک، کرد، لور، بختیاری، گیلکی، مازنی، اینها باید کتکه رو میخوردن، شکنجه میشدن تا تسلیم زبان فارسی بشن، تا اعتراف بکنن به زبان فارسی. ما رو میزدن که به زبان فارسی اعتراف بکنیم، یاد بگیریم. ما تحت حداقل من تا پنجم ابتدایی شکنجه شدم و تا پنجم ابتدایی، چون 6 سال درس خوندم، نه که رد شدم، نه رد، شاگرد بسیار تنبلی بودم. البته من یادم نیست که درس فارسی به خصوص یادم نیستش که مثلا من از اول ابتدایی تا پنجم ابتدایی یه 10 گرفته باشم قبول شده باشم، یادم نیست. حتی اول راهنمایی هم یادمه که خیلی ها تقلب کردم، من هم خیلی خود جرأت دادم تقلب بکنم. یه دفتر چهربرگ رو پاره کردم، گذاشتم داخل پیرهنم، رفتم داخل میز کردم، ترسیدم تقلب بکنم، همونجا گذاشتم اومدم بیرون و 0 گرفتم. یادمه که بعداً گرفته بودم به من 3 داده بودن. معمولا درس فارسی رو من املا رو به خصوص همیشه با تبصره قبول می‌شدم، این از این، ولی شکنجه می‌شدیم، یعنی می‌زدن. پس 93 سال ملل ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و گیلکی و قشقایی، لور و بختیاری شکنجه شدن، کتک خوردن، عقده گرفتن از جامعه، تحقیر. آقا وقتی شما یکی رو میزنید در مقابل 30 نفر 40 نفر یعنی تحقیرش میکنید. این تحقیر رسما کار میکرد و کار میکنه. 93 سال انسانها رو برای یاد گرفتن زبان فارسی تحقیر کردن، کتک زدن. تو مدارس یه جایی بود که نفت انباری میگفتن، نفت میگذاشتن، صندلی شکسته میگذاشتن، اینها دانش آموزان رو در اونجا زندانی میکردن، گاهی وقتا برای 2 روز. معلم مدرسه در روستا زندانی میکرد. کد خدای روستا میومد، معلم اجازه نمیداد بچه رو ببرن خونه. خب پس 2 میلیون سرباز با سواد، حالا بذاریم دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا هست، برای آموزش اجباری فقط در مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان درس میدن و تفنگشون 24 ساعته شلیک میکنه تو مغز شما و من. خب این از این. حالا دوره مهد کودک برای این 500,000 نفر، اگر برای 1,260,000 نفر 1 میلیون معلم هست، برای این 500,000 نفر حدود باید 500,000 نفر باشه. نگیم 500,000 نفر، بگیم که 250,000 نفر، نگیم 250,000، بگیم 100,000 نفر اونجا باید درس بدن برای این 500,000 نفر که در مهد کودک هستن. یعنی 100,000 نفر هم دارن در مهد کودک. حدود 1 میلیون و 2 میلیون و 300-400,000 نفر در این 50 سال استخدام شدن که بچه‌های شما و من رو. آیا زبان فارسی این امکان رو داشت؟ آیا ببخشید زبان ترکی، زبان عربی، زبان بلوچی، زبان گیلکی، زبان لور و بختیاری، زبان مازنی، زبان ترکمنی این معلم رو داشت؟ 2 میلیون و خرده‌ای معلم رو داشت؟ 2 میلیون و نیم معلم رو داشت؟ دانشگاه رو حرفشو نمیزنیم، فقط این رو چند به زفت. آقا 2 میلیون و مثلا بگیم 93 سال 2 میلیون و نیم معلم بوده، 2 میلیون و 500,000 نفر معلم بوده. زبان ترکی چند تا معلم داشته؟ معلم‌هاش اعدام شدن. منفیه بگیم که چقدر معلم در جنبش دموکراتیک آذربایجان اعدام شدن. در جنبش دموکراتیک آذربایجان 1326 جنبش دموکراتیک ملی آذربایجان معلم ها اعدام شدن. من نمیدونم چه تعداد معلم اعدام شده، ولی منفی اعدامی های معلم های اعدامی در
آذربایجان. اون یک سالی که آموزش زبان ترکی اجباری بود، معلم‌هاش بعداً اعدام شدن. بسیاری از معلم‌هاش اعدام شدن. خب حالا یک چیز دیگر، این 2 میلیون معلم. یک چیز دیگر، برای اینها چقدر کتاب فارسی چاپ شده؟ برای دانش آموزان در این 93 سال چقدر کتاب چاپ شده؟ و رایگان یا با اخذ یه مقدار پول از پدر و مادرها به اینها داده شده؟ کتاب چاپ شده دیگه، نه؟ اول ابتدایی من اگر یادم باشه یکی بود فارسی، یکی بود علوم، یکی بود ریاضی، یکی هم بود یا قرآن یا دینی، یادم نیست. 4 تا کتاب حداقل داشتیم، شاید هم 5 تا. اول ابتدایی. حالا از اول ابتدایی تا آخر پیش دانشگاهی بذاریم که متوسط، یعنی جمع بکنیم، دانشگاهی مثلا 15 کتاب داشته، اول ابتدایی 5 کتاب داشته، راهنمایی 10 تا داشته، 12 داشته، نمیدونم هر چند تا داشته. فکر بکنیم که به طور متوسط هر بچه‌ای هر سال مجبور بوده 10 کتاب بخونه. یعنی 10 کتاب حداقل باید بخونه در طول هفته، در طول سال. هر بچه‌ای 10 کتاب فارسی رو مجبور بخونه. انگلیسیش هم البته به فارسیه. در حقیقت انگلیسی ما یاد نمیگیریم در مدرسه. عربیش هم گفتم به فارسیه، قرآنش هم به فارسیه، دینیش هم به فارسیه، همه چیزش به فارسی. حالا بگیم که 10 تا کتاب خوندن هر سال. چند سال درس خوندن؟ گفتیم که 14 سال. یعنی ببینید من از اول ابتدایی تا دبیرستان به طور متوسط، یعنی بیشتر کتاب رو با کمترین کتاب جمع بکنیم، تقسیم برای یعنی کل سالها رو جمع بکنیم، کتابایی که خوندیم تقسیم برای تعداد سال بکنیم، میاد مثلا کل کتابمون میشه 140 تا و سالانه میشه 10 تا. وقتی سالانه بشه 10 تا که حداقلش رو بذاریم، من در 14 سال دبیرستان اجباری، مهد کودک جداست، 140 کتاب مجبور شدم بخونم. متخصصان معلمان، متخصصان یعنی سربازان این زبان برای گسترش، یعنی حمله و تهاجم به مغز من و اشغال سرزمین من که آذربایجان، لرستان، خوزستان، عربستان، ترکمن صحراست، بلوچستان، کردستان، گیلانستان، مازندرانستانه، برای اشغال اونها هر کدوم ما 140 تا کتاب خوندیم در 14 سال. در آذربایجان یک ترک چند تا کتاب خونده به زبان ترکی در مدرسه؟ اصلا مدرسه نداشت که. منفی 140 اصلا نخونده که. چی بگیم اینجا؟ منفی 100. یک کتاب هم نخونده. پس منفی 100 به ضرر آذربایجان در کتاب خوندن. حالا این گفتیم این 150 میلیون نفری که در 93 سال گذشته در این خاک ها به دنیا اومدن و کار کردن و درس خوندن و بزرگ شدن و پیر شدن و بازنشسته شدن و فوت کردن، هر کدوم 140 کتاب رو مجبور بوده باشن خونده باشن. حالا 140 رو ارفاق بذاریم، 40 تا هم برداریم، بگیم آقا در یک زمانهایی مردم خیلی کتاب نمیخوندن، بگیم 100 تا. خب اونهایی هم که ترک تحصیل کردن اینها بذاریم تو حساب، کتاباشون جمع بکنیم، بذاریم آقا 100 تا کتاب خوندن در مدرسه. حالا مهد کودک رو میگم که مثلا الان کتاب‌های داستان و اینجور چیزا میبرن اونجا میخونن، یک سال نمیدونم از این حرفا زودتر میرن مدرسه، بچه‌ها رو یک چیز این آموزش‌ها وجود داره. آموزش غیر رسمی هست ولی اجباریه. الان تو تبریز آموزش در مهد کودک‌ها اجباراً به فارسی، یعنی مهد کودک بخشی از آموزش پرورش اجباری عمومی هست و رایگان باید باشه، پول میگیرن. چون آموزش اجباری رایگان باید باشه ولی دارن پول میگیرن. حالا 100 تا در این 150 میلیون نفر
به جای اینکه همشون 150 تا 140 تا کتاب خونده باشن 100 کتاب خونده باشن. بذاریم آقا 150 میلیون ضرب در 100 چقدر میشه؟ بذارید من از ماشین حساب استفاده بکنم. ببینیم که این چقدر هستش. اگر پیدا بکنیم این ماشین حساب اینجا رو 150 میلیون ضرب در 100 بکنیم، برای آموزش اینها دولت با پول و بی پول 15 میلیارد جلد کتاب فارسی رو چاپ کرده و برای خوندنش به ما داده، به این ملت. چند جلد کتاب ترکی رو دولت چاپ کرده برای آموزش ما داده؟ یعنی اگر من این رو بخوام دوباره اینجا منفی بکنم باید بگم منفی 15 میلیارد. منفی 15 میلیارد رو نمی نویسم دیگه. زبان ترکی اینجا منفی 15 میلیارد جلد کتاب رو نداشته. فرض بکنید که هر کدوم از این کتاب ها 150 صفحه بوده. 150 ضرب داره، یعنی 150 صفحه ضرب داره 15 میلیارد. من دیگه رقم رو نمیتونم بخونم. 3 تا صفر دیگه میاد جلوی 150 میلیارد. 15 میلیارد میشه 1550 میلیارد. 1550 میلیارد 1550 میلیارد فکر میکنم. حالا میتونید جمع بزنید. 150 صفحه ضرب داره 15 میلیارد. میلیارد هم 9 تا صفر داره، مساویس با 3 تا صفر هم بیاش جلوش دیگه. ببینید چی میشه. 5 تا 25 تا 5. حالا اون دیگه من نرفتم اونجا رو ولش کنم. عدد خیلی بزرگه. زبان ترکی چقدر از این برخوردار بوده؟ یا زبان عربی، یا زبان بلوچی، یا زبان ترکمنی، یا زبان قشقایی، یا زبان گیلکی، یا زبان مازندرانی؟ هیچ کدوم هیچ چیزی نداشتن. خب هر صفحه به طور متوسط حداقل باید 300 کلمه داشته باشه. هر صفحه کتاب باید 300 کلمه داشته باشه. اون 1250 میلیارد صفحه کتاب رو ضرب در 300 بکنید، ببینید که چقدر کلمه رو در این مدت دولت به طور اجباری وارد ذهن مردم کرده، کتک زده که اینا رو یاد بگیرن. برای زبان ترکی چقدر کلمه چاپ شده؟ 0 کلمه. و تازه گفتن هر کی تو مدرسه ترکی صحبت بکنه باید مجازات بشه، جریمه بده، کتک بخوره، از مدرسه اخراج بشه، تهدید یعنی. خب این هم یه چیزی. پس یک کلمه به زبان ترکی در مدرسه آموزش داده نشده، اما در عوض برای زبان فارسی اون همه کلمه آموزش داده شده. زبان ترکی. خب برای اینکه آموزش و پرورش کارش خوب انجام بده باید مدرسه ساخته باشه. در هر جایی برای آموزش زبان فارسی مدرسه ساختن. چقدر در ایران مدرسه هست؟
دیروز آمارشو داشتم میخوندم، بیش از 126,000 اینا مدرسه هست. مدرسه، حالا چند تا کلاس داره هر کدوم نمیدونم. 126,000 حداقل مدرسه هست. برای زبان ترکی چند تا مدرسه هست؟ 0 تا. مدرسه هایی که در زمان مرحوم پیشوری، شهید پیشوری ساخته شده بود در آذربایجان، به اشغال زبان فارسی در اومد بعداً، و الان بعد از انقلاب اخیراً هم تعدادی از مدرسه ها چون کهنه شده بود، فرسوده شده بود، تخریب شد. یعنی از نظر فیزیکی هم اونها از بین رفتن. یعنی حدود 70 ساله دارن کار میکنن. خب یک چیز دیگر، فرض بکنید بودجه اون کتاب ها رو نمیدونم چقدره، یعنی اون 15 میلیارد کتابی که برای آموزش در ایران، آموزش اجباری زبان فارسی در ایران چیز شده، فکر بکنید به ریال امروز، به تومن امروز، چون تومن امروز میتونیم به تومن 100 سال قبل هم برگردونیم، به راحتی این امکان پذیر از نظر اقتصادی. فکر بکنید که این 15 میلیارد کتاب که هر کدوم حداقل 100 صفحه داره، 15 میلیارد کتاب که خوندن، هر کدوم 3,000 تومان قیمتشه. یعنی تو بازار آزاد ها، نه بازار دولتی، چقدر باید، یعنی اگر بریم یک کتاب 100 صفحه‌ای در ایران الان بخریم 3,000 تومان نیستش که، حداقل 5,000 تومان. یعنی اگر این رو ما 3,000 تومان فرض بکنیم، بگیم خیلی انبوه بوده، ارزون تموم می شده، 3,000 تومان، 15 میلیارد کتاب ضرب در 3,000 تومان چقدر بوده؟ والا این باید نوشت اینها رو، یعنی بذارید من اینها رو ضرب بکنم نشون بدم، برای اینکه بگیم 15 میلیارد ضرب در 3,000 تومان 45,000 میلیارد تومان. 45 اینجوری دیگه بنویسم، 45، حالا اینجا بذارید صفرها رو بذارم ببینید چه چقدره. 12 تا صفر داره. 45,000 میلیارد تومان بودجه فقط چاپ کتاب ها. حالا چقدر برای توزیع اینها چقدر هزینه شده، چون اینها رو باید از چاپخونه بیارن به سراسر این ممالک ببرن پخش بکنن. ولی اگر کتاب رو هر کدوم رو 3,000 تومان به قیمت امروز فرض بگیریم، 45,000 میلیارد تومان برای آموزش اجباری زبان فارسی سرمایه گذاری شده. چقدر برای در این 93 سال چقدر دولت برای آموزش زبان ترکی پول گذاشته کتاب چاپ بکنه در مدارس؟ 0. یعنی 45 میلیارد تومان، 45,000 میلیارد، یعنی 45,000 تا میلیارد تومان. 45 تا هزاری نه، 45 تا 1,000 میلیارد تومان. 45,000 میلیارد تومان برای زبان فارسی حداقل صرف شده برای آموزش ابتدایی راهنمایی دبیرستان. برای آموزش زبان ترکی چقدر؟ برای آموزش زبان بلوچی، برای آموزش زبان ترکمنی، برای آموزش زبان گیلکی، برای آموزش زبان مازنی، برای آموزش زبان کردی 0. عمق فاجعه رو می‌بینید؟ پس این از نرخ کتاب ها. حالا این معلم ها که سرباز دولت هستن، این 2 میلیون خورده معلمی که سرباز دولت هستن، استخدام رسمی هستن، در حقیقت اینا سرباز نیستن، اینا افسران هستن. اینا افسران زبان فارسی هستن که برای مبارزه با زبان ترکی و عربی و بلوچی و ترکمنی و مازنی و گیلکی و کردی
استخدام شدن، ماهانه چقدر میگیرن؟ حداقل حقوق نمیدونم چقدر معلم ها الان، حد اکثر حقوق تا 5 میلیون هم رسیده، فکر کنید که مثلا 2 میلیون. این پولی که برای معلمان بابت حقوق میدادن چقدره؟ حالا من یه حساب دیگه بکنم، بگیم آقا برای آموزش هر کودک چقدر در تقریبا هفته‌ای 6 روز میره مدرسه، یعنی سال میشه چقدر؟ 366 روز. هر سال عبارت است از اینها حدود بگیم که 66 روزشو نمیرن مدرسه، تعطیلن. 3 ماه هم یه بار تعطیلن، 100 روزشو نمیرن مدرسه. 266 روزشو میرن مدرسه. به این سادگی 3 ماه تعطیل نمیره مدرسه، که البته تعطیل نیست، میرن درس کلاسای نمیدونم کنکور و آموزشی و فلان و از این حرفا، تجدیدی ها میرن سر کلاس و اینها. این جزء چیز نیست، یعنی تعطیلی واقعی نیست در حقیقت. برای من که مثلا تعطیل نمیشه، من که تجدیدی بودم باید تابستون درس میخوندم حداقل خونه. 266 روز هر دانش آموز روز در سال میره تحصیل میکنه. زبان ترکی چقدر میرن تحصیل میکنن در سال؟ 0. عربی رو چند روز میرن دانش آموزا درس میکنن؟ 0. ترکی رو، بلوچی رو، ترکمه همه 0. تنها کسی که اینجا، تنها زبانی که در اینجا آموزش اجباری داره 266 روز حداقل آموزش میبینه، زبان فارسی. روزی چند ساعت؟ از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر دیگه. بگیم که 9 10 11 12 1 2 3 4 8 ساعت. بگیم که اینها 8 ساعت در مدرسه تحت آموزش هستن، روزی 8 ساعت. حالا من میخوام فقط اینو در بیارم براتون، برای همین نیاز دارم که از ماشین حساب استفاده بکنم. اوکی، گفتیم که 14 سال ما 20 سال میریم مدرسه، یعنی از مهد کودک تا دانشگاه 20 ساله. 20 سال ضرب در 266 روز، 266 روز، من ببخشید این اشتباه زدم. 20 سال ضرب در 266 روز مساوی با در عمرمون، در عمر دانش آموزیمون، اگر تجدیدی نشیم که بریم کلاس و اینها فلان، هر بچه، هر ایرانی که باید درس بخونه 5320 روز میره مدرسه. خب 5320 روز، هر روز 8 ساعته، ضرب در 8 بکنیم، ضرب در 8 بکنیم 42560 ساعت میریم مدرسه. ضرب در 60 بکنیم دقیقه میشه، ضرب در 60 دقیقه 2,553,600 دقیقه میریم مدرسه در عمرمون. هر کدوم ما اینقدر دقیقه میریم مدرسه. حالا این رو ضرب در 150 میلیون بکنیم، ضرب در 150 میلیون نفری که در این مدت مجبور بودن زبان فارسی رو بخونن و زبان خودشون رو نخونن. مجموعه دقیقه هایی که این ملت رفتن درس خوندن، ضرب در 150 بکنیم، ضرب در 150
میلیون بکنیم مساویس با، من این عدد رو نمیتونم بخونم، برای همین فقط می‌نویسم 383 040 بعد 9 تا 0. من نمیدونم اینجا به این ور رو میتونم که مثلا اگر این یک بود میشد 1040 میلیارد، ولی الان اینجا 383 تریلیارد چی بیلیارد، اصلا من اینو نمیدونم. اینقدر دقیقه در ایران صرف شده تا زبان فارسی فقط تحمیل بشه. چند دقیقه زبان ترکی رو، عربی رو، بلوچی رو، ترکمنی رو، گیلکی و مازنی و لوری و بختیاری رو خواستن آموزش بدن، 1 دقیقه هم نبوده. 1 دقیقه هم نبوده. حالا من این عدد رو فقط خواستم بزرگیشو نشون بدم. بعد عمر ماست، نه که به دقیقه، خیلی دقیقه عمر ماست. ما این دقیقه رو میتونستیم بازی بکنیم، میتونیم زبان خودمون یاد بگیریم، ولی نذاشتن. این عمر ما بوده صرف زبان فارسی شده، پولی هم عاید ما نشده، شکنجه شدیم، کتک خوردیم، توهین کردن، فحش دادن معلما، سر پا نگه داشتن، جلوی تخت سیاه مادرمون و خواهرمون و برادرمون و پدرمون رو مسخره کردن، توهین کردن، فحش دادن. اینها همش جزء هزینه‌های یادگیری زبان بوده. این نبوده که ما زبان رو همینجوری یاد گرفته باشیم. حالا من میخوام این اول دقیقه ها و بعد ببخشید اون دقیقه های 150 میلیون نفری که در این مدت به ساعت رو، این ساعت برای ما مهمه چون میخوایم بگیم که فرض بگیریم دولت حقوق معلمی که در آموزش پرورش میپردازه، کارمنداشو میپردازه، ساختمون‌هاشو نگه می‌داره، ساختمون سازی میکنه، مدرسه ها رو میسازه، ساختمان تعمیر و نگهداری میکنه، برق و آب و نمیدونم اینجور چیزا رو پول پرداخت میکنه، حقوق معلم و کارمند میده، گچ و نمیدونم تخت سیاه و ماژیک و اینجور چیزا میخره، از به حضورتون کتاب میده، کامپیوتر و لب و آزمایشگاه و اینجور چیزا برای مدارس میذاره. بگیم که برای هر آموزش هر بچه، هر ساعت یک آدم در مدرسه در کل در این 193 سال، برای آموزش هر ساعت 150 میلیون در این 93 سال روی هم رفته 100 تومن داده. هر آدم ما، بذارید این 60 رو هم از اینجا بردارم که فقط ساعت بمونه ببینید که من چی میخوام بگم. هر آدم ما چقدر بوده؟ دوباره برگردم سر ماشین. 100 تومان بودجه، اینجا من بنویسم تومان اول، تومان بودجه هر ساعت آموزش زبان فارسی. خب حالا یعنی برای یک ساعتی که من در اونجا بودم، یک روزی که 8 ساعت در اونجا بودم، 800 تومان برای من خرج می شده در روز. 266 روزم در سال می رفتم مدرسه، یعنی حدود 250,000 تومان یا 240,000 تومان یا 200 هر چقدر تومان برای من هزینه می شده در سال برای من. حالا من اینو میذارم براتون، ماشین حساب رو از طریق ماشین حساب اینها رو حساب میکنم. گفتیم که من 42,560 ساعت در مدرسه تحت آموزش بودم در عمر 20 سالم، یا 14 سال رو گذاشتیم، 20 سال رو گذاشتیم. خب ضرب در 100 تومان میکنیم، ضرب در 100 تومان برای هر ساعت میکنیم که دولت بودجه میده. برای من در 20 سال برای اینکه زبان فارسی رو یاد بگیرم، دولت لطف میکنه
پس این بشه ضرب داره 100 تومان مساویس با این هم که ساعت تایم بذاریم مساویس با خیلی دست پاچه شدم. این خیلی آمارها نمیدونم، فکر نکنم خیلی ها اینها رو درک بکنن یا براشون ساده باشه. برای من یک نفر در بچه‌ای که میره مدرسه دولت 4,256,000 تومان بودجه صرف میکنه برای هر نفر که زبان فارسی رو در این مدت 20 سال یاد بگیره. برای زبان ترکی، آموزش زبان ترکی، عربی، بلوچی، ترکمنی، کردی، لوری، بختیاری، کیلکی، مازنی چند تومان در سال خرج میکنه یا در کل عمر اون صرف میکنه؟ 0 تومان. ببینید برای من این که من عرض کردم حداقل پول رو میزنم ساعتی 100 تومان، ساعتی 100 تومان اصلا بذاریم که در 93 سال ساعتی 100 تومان. حالا 100 تومان ساعتی اگر برای من صرف بکنه، آموزش من شامل حقوق معلم و کارمند آموزش پرورش و نمیدونم کتاب و نشر کتاب و نمیدونم تخت سیاه و ساخت مدرسه و رختکاشی و بابایی که اونجا زندگی میکنه و همه اینها دیگه، تمامی هزینه‌های آموزش پرورش رو، اون سیستم عریض و طویل رو اگه حساب بکنیم برای من 4,256,000 تومان درس کل دوره دبیرستانم صرف، کل دوره آموزش اجباری هم صرف میکنه که من زبان فارسی رو یاد میگیرم. برای آموزش زبان ترکی چقدر هزینه میکنه؟ 0. حالا همین رو ضرب در همون آدم‌هایی بکنیم که 150 میلیون نفری بکنیم که در طول این 93 سال مجبور به یادگیری زبان فارسی بودن ولی زبان ترکی رو حق نداشتن یاد بگیرن، زبان بلوچی و ترکمنی و عربی و غیره رو حق نداشتن. حالا ضرب داره 150 میلیون نفر بکنیم مساویس با این مبلغی که میاد. من نمیتونم، سوادم نمیرسه بخونم، لطفا شما خودتون بخونید. 638,400 چند تا صفر داریم اینجا؟ 9 تا صفر دیگه هم داریم. متوجه شدید؟ این مبلغ رو، یعنی من از اینجا به بعد میلیارده، میشه 400,000 میلیارد یا 400 میلیارد. اینجا 683,400 چی نمیدونم چی باید خوندین رو. این عدد رو یکی بخونه بگه که چقدر بودجه تومن، ریال نه ها، تومن بودجه، چقدر بودجه برای آموزش ایرانی ها در 93 سال گذشته هزینه شده تا زبان فارسی زبان مشترک بشه که نشده هنوز. یک قرن این حداقل بودجه‌ای که گذاشته اینه، حداقل بودجه‌ای که گذاشته اینه. برای آموزش زبان ترکی چقدر هزینه گذاشتم؟ از جیبمون دادن. یعنی اگه من تو حیاط مدرسه داشتم ترکی صحبت میکردم جریمه شدم، کتک خوردم دستم. من یادمه یه چیزی بگم، هم بخندید هم گریه کنید. وقتی که ما اومدیم مدرسه اول ابتدایی 1 2 3 البته به فارسیشو عربیشو بنویسم دیگه. 1 2 بازم فارسی نشد. 1 2 3 4 5 6 7 چطور بود؟ اینجوری بود. 8 9. حالا وقتی به اینجا میرسیدم میگفتم 10. دوباره اینجوری شروع میشد. یعنی فکر میکردم به جایی که بگم 9 10 باید مثلا
یادم نیست، ولی برمیگشتم از یک دوباره و برای اینکه این رو یاد بگیرم 2 سال طول کشید من بتونم شمارش زبان فارسی رو یاد بگیرم، در حالی که زبان ترکی رو اصلا بلد بودم و معلم هر روز کتک کم میزد سر اینکه من مثلا وقتی میرسم به 10 به جای اینکه 10 بنویسم مینویسم مثلا 01 02 0 یا مثلا بعداً یه چیز خاصی بود یادم نمیاد الان چه شکلی بود، یادداشتامو نگاه بکنم چون بعداً خاطراتامو نوشتم پیدا میکنم چه جوری نوشتم. ولی پس این همه تومان بودجه شده برای این که زبان فارسی رو همه ما مجبور بشیم یاد بگیریم، ولی برای آموزش زبان ترکی 1 تومن که هیچی جریمه شدیم. یعنی بچه اگر در مدرسه ترکی حرف میزد جریمه میشد، 2 تومن، 1 تومن، 5 ریال، 2 گران جریمه میشد و این رو از جیبش میگرفتن. حالا چرا این زبان آقا زبان رسمیه، زبان مشترکه؟ چی میگه زبان مشترکه؟ چی میگه زبان رسمیه؟ آیا این زبانی که این همه پول و اون همه کتاب و 15 میلیارد جلد کتاب اجباری برای این زبان چاپ شده نباید رشد بکنه و فکر بکنیم که زبان ترکی مثل یک من اگه باید اینجا یه مثال میزدم، فکر بکنید که این یک زبان ترکی هست، اینو با چسب میچسبونن اینجا، هیچ تکون نمیتونه بخوره. من زبان ترکی دست پامو بستن، خودم بستن به چوب، میگن آتون زبان فارسی رو هم 90 سال بهش معلم دادن، پول دادن، بودجه دادن، کتاب دادن، مدرسه دادن، آزمایشگاه دادن، همه چی دادن. اون میگن آقا بیاید مسابقه بدید، شما زبان رسمی نمیتونی باشی. چرا؟ چون که ضعیفی. خب طبیعتا ضعیفم، منو بستی به تیر چراغ، دست و پام هم بستی، دهنم بستی، گوشم هم بستی، بعد همه افرادی که با من به زبان من هم صحبت میکنن رو مجبور کردی زبان فارسی بخونن، یک کلمه زبان ترکی نخوندم، اون وقت میگی باید این زبان هم مثل این میشد. حالا اگر بیاییم همین مبلغ پول رو و همین مدت سال رو به زبان ترکی اختصاص بدیم و زبان فارسی رو کسب بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ همین زبان فارسی که امروز در قبال این همه بودجه ها به این چاقی رسیده، 2 سال دیگه در مقابل زبان ترکی از بین میره، در مقابل زبان عربی از بین میره، در مقابل زبان بلوچی از بین میره، در مقابل زبان لوری از بین میره، در مقابل زبان کیلکی از بین میره، در مقابل زبان مازنی از بین میره. ببینید زبان ترکی در ترکیه در این 93 سال که زبان رسمی ترکیه شده مثل فارسی در ایران، حادثه‌ای که در اونجا اتفاق افتاده در ایران اتفاق نیفتاده. زبان ترکی حداقل نوبل گرفته. زبان فارسی چی داره تو دنیا عرضه بکنه؟ شاهکارش فردوسی مال 1000 سال پیشه. بعد از فردوسی چی خلق کردیم؟ در 100 سال گذشته با همه اون 2 میلیون و خورده‌ای معلمی که سلاحشون دستشونه، شبانه روز ما رو زدن و کتک زدن و شکنجه کردن و بازجویی کردن که چرا ما زبان فارسی رو یاد نمیگیریم. زبان فارسی چی داده به جامعه بشری، به جامعه خود، جوامع ایران چی داده؟ کدوم اثر ادبی، کدوم اثر علمی، کدوم اثر تحقیقاتی، کدوم اثر اجتماعی، کدوم اثر سیاسی رو شما به زبان فارسی خلق کردید؟ هیچی. برای که آموزش زبان بر شکنجه استوار بوده. حالا متوجه فاجعه چیه؟ فاجعه اینه که یک زبانی رو یک قرن براش میلیارد، هزاران میلیارد، مثلا 638 هزار میلیارد تومان
خرج شده برای آموزش پرورشش. فاجعه اینه یک اثر قابل به درد بخور رمان و تاریخ و شعر به دست نداره. دیگه فارسا عشقشون به اینه که زبانشون زبان شعره دیگه. یک اثر شعری قابل عرضه به دنیا نداده در این 100 سال. یک اثر ایدئولوژیک هم نداده، یک اثر فکری هم نداده، یک اثر سیاسی هم نداده، یک اثر اقتصادی هم نداده، یک اثر دینی هم نداده، یک اثر نداده که بحث بکنی. علم رو اصلا بذار کنار، فلسفه رو، منطق رو بذار کنار. فاجعه اینه که زبان فارسی زبان شکنجه بوده، با شکنجه وارد جوامع ملل غیر فارس شده، با شکنجه این زبان رو به ملت‌ها تحمیل کردن، با شکنجه زندگیشو به طور انگلوار ادامه داده. به طور انگلوار هم زبان فارسی الان داره دوام میده ولی رشدی هم نکرد، در حالی که زبان ترکی در ترکیه جایزه گرفت. زبان علم شده. زبان فارسی گفتم از سال 1304 زبان فارسی رو خواستن خالص بکنن، یعنی لغت‌های خارجی رو از زبان فارسی حذف بکنن. خب الان 70% تا 75% زبان فارسی عربیه، 5% ترکی هست، حدود 0.5% اروپاییه، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی هست. یعنی حدود 80% این زبان خارجیه. حالا ترکی رو حذف کردن شده 5%. این زبان بعد از یک قرن به اینجا رسیده. این کجاش میتونه زبان علم باشه یا زبان مشترک باشه یا زبان چیز باشه؟ اگر این پول رو، اون مبلغی که نوشته بودم رو حداقل برای زبان ترکی یا عربی یا بلوچی یا ترکمنی میگذاشتن، حداقلش این بود که بیش از زبان فارسی رشد میکردن. این نشون میده که زبان فارسی در یک مقطعی از تاریخ ممکنه که پتانسیل رشد داشته، ولی در مقطعی تبدیل به استبداد شده. چون زبان استبداد شده، فارسی زبان استبداد شده، نه خودش میتونه رشد بکنه نه اجازه میده بقیه رشد بکنن، چون باید خودشو متوقف نگه داره که بقیه رو راضی بکنه که آقا نگه بایستی. برای اینکه زبان ترکی حرکت نکنه در ایران، درخواست نکنه که آقا من چرا رشد نمی‌کنم، چرا نمیذاری رشد بکنم، باید زبان فارسی رو رشدشو بگیرن. خود زبان فارسی عامل استبداد و عامل سکون خودشه. یعنی استبداد زبان فارسی درونزاییه. خود زبان فارسی از درون نمیتونه خودش رو بازسازی بکنه، تولید بکنه، تبدیل بشه به زبان. حالا من فقط امروز در اینجا تونستم اون مقاله که دیروز نوشته بودم رو، اسم مقاله رو الان براتون میگم و لینکش هم میذارم اگر خواستید ببینید. لینکش رو گذاشتم اینجا، اگر کسی خواست میتونه این مقاله رو ببینه.
خودم هم اینو بخونم که براتون. تیترش هم اینه: جنگ 2 میلیون سرباز برای زبان فارسی در مقابل دیگر زبان‌ها. 2 میلیون نفر حداقلش، یعنی اگر بگیم 0 نفر سرباز داشته زبان فارسی در 93 سال گذشته، صفرش معادل 2 میلیون نفره. حداقل 2 میلیون نفر در 93 سال گذشته استخدام شدند به عنوان ارتش زبان فارسی تا تهاجم بکنن فرهنگ فارسی، زبان فارسی رو بر دیگر ملل و سرزمین‌ها تحمیل بکنن. یعنی اشغال سرزمین ترکستان، بلوچستان، عربستان، ترکمنستان، گیلک و مازنی و لوری و کردستان. ولی زبان‌های دیگر این شانس رو نداشتن. دوستی پرسیده که چرا مهمترین اشکال سوالات چرا باید فارسی زبان رسمی شده یا شد؟ بر اساس چه منطق و استدلالی باید همه ایران از زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و اجباری استفاده کنند؟ این دو سوال. سوم، در بیش از 50 کشور جهان بیش از یک زبان‌های دیگر هم به عنوان زبان رسمی اعلام شده است. یعنی در بیش از 50 کشور بیش از یک زبان وجود داره و زبان‌های دیگر هم زبان‌های رسمی هستند. از سوئیس گرفته تا افغانستان. چند کشور میتوانید نام ببرید که یک زبان اقلیت ملل ایران به زور اسلحه و اجبار به عنوان زبان رسمی کشور اعلام شد؟ چند کشور در دنیا میشه پیدا کرد که به زور اسلحه یک زبان داشته باشن؟ حالا دوست من در ژورنالیست تیوی چند تا برنامه تولید کردم که کشورهایی که خیلی جمعیتشون کمتر از 1 میلیون، کمتر از 10 میلیون، بیش از 50 کشوری که کمتر از 10 میلیون جمعیت دارن زبانشون بیش از 2 تاست. بعضی از کشورها 27 زبان رسمی دارن. بعضی از کشورها طبق قانون اساسی زبان رسمی ممنوعه. اصلا زبان رسمی نباید باشه. زبان رسمی یعنی دیکتاتوری یک زبان و عاملان اون زبان بر دیگر زبان‌ها، یعنی تبعیض. اصلا ببخشید، اعلام این که یک زبان رسمی هست اعلام وجود تبعیضه. یعنی که این زبان و کسانی که به این زبان سخن میگویند، یا زبان فارسی در ایران و کسانی که به زبان فارسی سخن میگویند، ما ازش میگیم پان فارسیزم یا پان فارس ها، بر دیگر زبان ها تبعیض روا می‌دارند و افتخار میکنن چون که زبان رسمیه این و غیر رسمی هم. حالا زبان رسمی یعنی چی؟ دقت بکنید، این خیلی مفهومیه که من دیروز این رو متوجه شدم. زبان رسمی، مفهوم زبان رسمی مساوی نیست با زبان قانونی، مساوی با زبان قانونیه. من اینو حذفش بکنم اینجا. زبان غیر رسمی یعنی چی؟ زبان غیر رسمی یعنی چی؟ مساوی با زبان غیر قانونی. وقتی زبان غیر قانونی باشه چی میشه؟ باید سرکوب بشه. مساوی با این. زبان رسمی عبارت است از زبان قانونی. زبان غیر رسمی عبارت از زبان غیر قانونی. هر عمل غیر قانونی باید سرکوب بشه. دزدی غیر قانونیه. دزد باید دستگیر بشه. با دزدی باید مبارزه بشه. چه کسی دزدی میکنه؟ چه دزدی یعنی چی؟ یعنی یک آدمی که به یک کاری رو انجام میده که ازش به عنوان دزدی یاد میشه. زبان غیر رسمی یعنی کسی که به یک زبانی صحبت میکنه که غیر قانونیه، غیر رسمیه و غیر قانونی، باید دستگیر بشه و باید سرکوب بشه، باید شکنجه بشه. پس این خیلی مهمه ما مفاهیم کلمه ها رو بدونیم.
اگر زبان آمریکا زبان رسمیش انگلیسی نیست، یعنی هیچ زبانی زبان رسمی آمریکا نیست، یعنی که در اونجا هیچ زبانی غیر قانونی نیست. در کانادا نمیدونم، من یادم نیستش که زبان رسمی داره یا نه، نمیدونم در اصل قانون اساسی داره یا نه، ولی میدونم که 2 تا زبان رسمی داره. رسمی ما میدونستیم رسمی در کانادا، زبان رسمی در کانادا یکی انگلیسی ما میدونستیم ایرانی ها و حتی بسیاری از کانادایی ها که در الان میگم، و یکی فرانسه. چرا اینجوری میدونستیم؟ برای اینکه اکثر ایالت ها انگلیسی زبان هستن. اکثر ایالت ها، ونکوور، آلبرتا هست، منیتوبا هست، اونتاریو هست، پرنس ادوارد آیلند، خیلی ها. از 12 تا ایالت 11 تاش انگلیسی زبانه، یکی فرانسوی زبانه کبک یا کوبک. حالا در 1-2 تا ایالت ها 12 تا زبان رسمیه. چون اگر در مثلا در وسترن تریتوریز یا نورثرن تریتوریز در کانادا اسم نداره، اینا سرزمین های شمالی یا سرزمین های غربی هست، اسمش بیشتر سال برفیه، ولی خیلی هم آدم زندگی نمی‌کنن، حدود 100 یا 100 بین 100 تا 200 هزار نفر جمعیت داره، اما 12 تا زبان داره. انگلیسی و فرانسه هم رسمیه در اونجا، در کنارش زبان‌های محلی هم رسمیه. برای اینکه وقتی میگیم زبان رسمی، بازم می‌نویسن زبان رسمی مساوی با زبان قانونی. زبان غیر رسمی مساوی با زبان غیر قانونی. هر چیز غیر قانونی باید سرکوب باشه. بشین هر چیز، رفتار یا حتی شغل، کار، از این کار غیر قانونی محکوم به سرکوب است. زبان غیر رسمی محکوم به غیر رسمی و غیر قانونی محکوم به سرکوب است. چون وقتی قانون در مورد یک زبان میگه این قانونیه، یعنی بقیه غیر قانونیه، تموم شد. وقتی بقیه غیر قانونی هم باید سرکوب بشن، تموم شد. به همین سادگی ما این رو نمیدونیم، نمیخوایم رو بپذیریم. در ایران کسایی که میگن فارسی زبان رسمی هست و قانونی هست، یعنی که بقیه زبان‌ها زبان غیر رسمی، غیر قانونی هستن و باید از بین برن. خب چرا زبان فارسی رسمی شد؟ برای اینکه با کودتای رضا گلدور دیکتاتور عامل انگلیس باید ایران رو به یک ایدئولوژی در می آوردن که در اینجا نتونه رشد بکنه. زبان فارسی عامل قطع زایش فکره، یعنی عامل انضماد ذهنه. زبان فارسی ممکنه در یک مقطع تاریخی میتونه شعر باشه، زبان شعر باشه، یعنی مثلا فردوسی یه شعر بگه، حافظ یه شعر بگه، سعدی یه متنی بنویسه، اما هیچ تولیدی نداشته. هر تولیدی که داشته، تولید دینی داشته یا حدیث داشته، تاریخ داشته، همش انحرافی بوده، همش تحمیلی بوده، همش جعلی بوده. نه اون دینش دین درستیه، نه اون تاریخش تاریخ درستی، نه اون عشقی که بعضی صحبت میکنن درسته.
گندم از جندم به جویت جوز جو. از زبان فارسی، ادب فارسی چی در اومده؟ دزدی و فحشا و منکرات و تحریف تاریخ و تحریف ادبیات و تحریف کتاب‌های خارجی. حتی آقای بیژن عبدالکریمی فیلسوف که در تهران داره دانشگاه‌ها درس میده، فلسفه درس میده، دیروز داشتم یکی از سخنرانی‌هاش گوش می‌کردم، داره نیچه درس میده. در اول نیچه میگه که 99% کتاب‌هایی که در رابطه با فلسفه و به خصوص در رابطه با فلسفه نیچه ترجمه شده در ایران از زبان آلمانی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری به زبان فارسی، 99% کتاب‌هایی که ترجمه شدند تحریف شدند. یعنی اصلا ربطی به اندیشه و گفتار نیچه و ایرانی‌ها نظر خودشون رو به جای نیچه غالب میخوان بکنن. 1000 سال آموزشش، 93 سال آموزش رسمی زبان فارسی کجا رسونده یک جامعه رو؟ اخلاق یک جامعه به کجا رسیده؟ از کوچه صحبت نمی کنم که زن مردم و دختر مردم و پسر مردم چه وضعی دارن، اعتیاد چه وضعیت داره. از آموزش رسمی، از دانشگاه صحبت می کنم، از زبان فارسی صحبت می کنم. بله، بیش از 50 کشور بیش از 2 زبان دارن، حتی افغانستان و عراق در همسایگی ما. و گفتم اصلا لازم نیست که حرف بزنیم. زبان غیر رسمی یعنی زبان غیر قانونی و زبان غیر رسمی یعنی زبان غیر قانونی و هر چیزی که غیر قانونی باید از بین بره. زبان‌های دیگه باید از بین بره. بسیار متشکرم که این ویدیو رو گوش کردید یا بعداً گوش خواهید کرد یا خواهید دید. سپاسگزارم، امیدوارم که موفق باشید و شادکام. به امید دیدار شما در برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار.